تاجیکستان، روزنامه جمهوریت و بینندگان عزیز ما در شبکه یوتیوب. این برنامه پر از شهد و شکر شام شنبه است. پیشنهاد شما اینک بیش از 5 سال می شود که صحیفه اطلاعاتی و فراغتی شام شنبه روزنامه هر هفته روزهای جمعه با فراگیری مطلب‌های جالب و خواندنی روی چاپ می آید. هرچند مطلب‌های آن از نگاه حجم خوردند، اما بار بزرگی معنی برداشت دارند. بینندگان عزیز، حالا در برنامه ما یکی از محققان شناخته ساحه ژورنالیستیک مراد مرادی حضور دارند و باید یادداشت شد که استاد در تربیه و در سطح عالی تیار نمودن متخصصان ساحه ژورنالیستیک سهم نظر است داشتند. عین حال زیادی از شاگردانشان در روزنامه جمهوریت کار و فعالیت نموده ایستاده‌اند. اینچنین زیر رهبریشان محققان جوان صحیفه اطلاعاتی و فراغتی شام شنبه را که پدیده نوی فرهنگی و فراغتی است مورد تحلیل و بررسی قرار داده رساله ها نوشته‌اند. خوش آمدید به برنامه. سلام باشید. تشکر. استاد، شما از زمره نفرانی هستید که با روزنامه جمهوریت همکاری خاص دارید. از روزهای اول چاپ شدن صحیفه اطلاعاتی و فراغتی شام شنبه شما آن را پیگیری میکنید. همچون اولین خواننده صحیفه شام شنبه را چگونه قبول نمودید؟ تشکر. واقعا تشکیل نمودن صحیفه خاصی که ویژگی اطلاعاتی فراغتی دارد در تاریخ مطبوعات تاجیک پدیده نو هم نباشد. در شکل زمانی تشکیل کردن آن یک ظهور تازه است. قبلا در روزنامه‌های دولتی از جمله در روزنامه جوانان تابستان که کانسوم تابستان نام داشت چنین صحیفه‌ها وجود داشت و تشکیل می‌کردند و آهسته آهسته چنین صحیفه‌ها و روبریک‌ها به حکم فراموشی رفت و در زمان استقلال از نگاه کسبی در دایره نشریه‌های رسمی واقعا روزنامه جمهوریت این اقدام بار دیگر برقرار بود و واقعا یک غایه نوی را در عملی روزنامه‌نگاری تطبیق کرد که از هر جهت مفید و اهمیتناک است. اهمیت تشکیل نمودن شام شنبه پیش از همه در آن است که روزنامه جمهوریت از روی تعیینات نشریه رسمی است و بیشتر مواد سیاسی انتشار می‌کند و خوانندگانش هم بیشتر اوتور نهادی هستند. اما در برابر اوتور نهادی بودن آنها نیز انسان هستند. آنها میخوان از اطلاعاتی غیر سیاسی واقف باشند. آنها میتونن حقوق دارند طلبات اطلاعاتی فراغتی خود را از این نشریه خانه گردانند. از این نظر شام شنبه صحیفه خاص است، صحیفه بمورد است، صحیفه اهمیتناک است و برای خوانندگان نه تنها طلبات فراغتیشان خانه می‌کنند بلکه در گرفتن معلومات‌های جاری در آگاه شدن از هر گونه حادثه و واقعه‌های ظهوراتی به عباره خود نشر غیر واقعی، غیر عادی، جالب، بعضا حیرت‌انگیز واقعا بعضا نو از این چیز واقف می‌گردند. بنابراین من گمان میکنم که تشکیل چنین صحیفه و اقدام جمهوریت اقدام نیک است، اقدام مقصدناک است و صحیفه شام شنبه هم طول 5 سال موجودیت خود این رسالتش رو اجرا میکرد و این صحیفه از چند جهت ویژگی‌های به خود خاص دارد. واقعا از نگاه شکل آرایش خیلی جالب است. وقتی شماره‌های روزنامه را ورق می‌زدی به صحیفه شام شنبه که رسیدی، صحیفه شام شنبه تماما نگاه دیگر را نکرد، تقاضا می‌کند که نگاه خاص به آن نمایید، که مخصوص به آن دیگری یا دقت توجهی خاص به آن ظاهر کنید، چون که واقعا شکلش از نگاه بند و بست و از نگاه انتخاب مواد و از نگاه جابجاگذاری و از نگاه سردفت‌ها و از نگاه حجم مواد خیلی جالب است. یعنی تنظیمگیری و به نظام درآوردن مطالب
خب روزنامه از نگاه شکلی آرایشی خیلی خوب برای مانده شده است که باز تاکید میکنم که برابر دیدن توجه خواننده را به خود بکشد و چون توجه کشیده شد پس در حسی شوقمندی برای مطالعه مواد ما پیدا میشود. در شکل خوب جای کردن مواد بعضا جای دادن عکس ها و هر یک مواد را در یک قالب خاص جای کردن و سلاح های گوناگون مثلا گذاشتن در گذاشتن سلاح ها از حروف گوناگون استفاده کردن همین اینها برای جالب شدن این صحیفه مساعدت کرده است که واقعا این ویژگی‌های خاصی این صحیفه است. چون اینجا استاد یادداشت شدیم که زیر راهبری شما محققان جوان صحیفه شام شنبه رو به تحقیق کشیدن و می‌خواستیم بدونیم که تحقیق صحیفه شام شنبه روزنامه برای سوهای ژورنالیستیک از کدام دیدگاه مهم است؟ سلامت باشید. واقعا وقتی که این صحیفه تشکیل شد در سال دومش اگر دقت من رو به خود جلب کرد یک اندیشه پیدا شد که همین رو برای اینکه با همین بهانه توجه شاگردانم به این صحیفه روانه کرده شود من در همون کانتکست کار علمی همین موضوع رو مثلا وارد کردم به نام ویژگی‌های شام شنبه نشریه جمهوریت. یعنی نفر از شاگردان البته این رو انتخاب کرد و یک تحقیقات شاگردانه بزنم. یعنی این یک چیزی پژوهش شاگردانه است. و این پژوهش چند هدف داشت. از یک طرف مثلا پدیده نو است. با پدیده نو باید که پدیده نو رو باید شناخت و خصوصیات آن را باید معین کرد و اهمیتش رو باید دریافت و تعبیر کرد و از طرف دیگر شاگردان رو وادار کرد که روزنامه را خواند. مهمش همین است و کار شاگردانی که دانشجو یا دانشجو به انجام میرساند اهمیتش در همین است که همین بهانه وارد میشود و بسیار حالتهایی میشد که خواننده یا اینکه عموما شخص این روزنامه رو مطالعه نکرد اما بها میدید. بهای تاثیراتی، بهایی که از کسی شنیده است، بهایی که کسی مثلا گفته است، هر جاش دیگه یعنی امکاناتی یا فرصتی بی‌واسطه مطالعه کردن روزنامه را ندارد. بنابراین یکی از هدف آن همین بود که خواننده‌ها و همین بهانه بی‌واسطه صحیفه خوانند. وقتی که تحقیقات را به انجام رساند من بعد سوال کردم که اکنون به خودت چی گرفتی؟ و گفت که معلم من تا این دم گمان میکردم که نشریه جمهوریت نشریه سیاسی است مواد خواندنی ندارد. تأثیرات من تماما باطل برآمد. واقعا گزیته نه تنها گزیته مثلا رسمی سیاسی است بلکه گزیته است که برای خواننده خصوصا برای درک و فهمش تاثیر می‌رساند و اکثری مطالبی که در این صحیفه درج می‌شود یعنی آهنگ حکمت دارد هم تا اندازه‌ای بدون از این حقیقت‌ها و زیرا ما حاصل نمودیم که گرچه که مطالب روزنامه شام شنبه از نگاه خصوصیت یا از نگاه ویژگی یا که وظیفه و ژورنالیستیک کمی دورتر باشد هم اما طوره مال ژورنالیست نبودن آن را انکار کردن درست نیست. چرا؟ چند جهت دارد. واقعا اولا تمام مطالبی که در همین صحیفه درج می‌گردد زمینی واقعی دارد. از تجربه روزگار حاصل شدن. خب یعنی سبق‌های تاریخی حیات انسان‌های گوناگون را نشان می‌دهد. و یعنی حادثه‌های فوق‌العاده یا غیرعادی که در زندگی انسانی و وحوشی مثلا به وجود می‌آید یا مشاهده می‌شود این چیز را انعکاس می‌کند. استاد شما در یکی از مصاحبه‌های پیشتر یادداشت شده بودید که در صحیفه شام شنبه انسان در مد اول می‌ایستد نه خلقیت و ملت. یعنی که از این برمی‌آید که مؤلفان صحیفه شام شنبه از همه خب رویدادهای مهمی اولان سرگذشت‌های جالب اشخاص مشهور دنیا یعنی مواد که تهیه میکنن اینجا اولین درجه انسان رو به نظر میگیرن نه خلقیت و ملتش رو. رسالت انسانی یعنی که در اینجا
ببینید کدوم در کاتگوری انسان ها اینجا انسان های به عباره فنومن با معنی که فوق‌العاده انسان هایی که با آنها به عباره علمی یک حسیات زیادتی خداوند نصیب کرده است. مثلا اگر انسان دارای 5 عضو حس باشد، احساس باشد، با همه گفته رسا روزی ششم ما پایدا باشد، وقتی احساس ششم است. یک چیزی که در دیگران نیست. بعد حادثه های رخ میدهند که باز از انسان وابسته نیست. مثلا فلک در چی خواهد، بنده در چی خواهد. یعنی من در بالا گفتم که انسان کمتر به خود بیارد، یعنی بعضا انسان به سبب آوردن چی است؟ کاری که از اونتش نمیبرایی با جان کندن خود را عذاب دادن هیچ اهمیت ندارد. کاری که میتوانی که اجرا میشود باید کش. یعنی یک نوع روش زندگی و خواننده و هم بگیرن از این که روش زندگی هم پیدا میشه. تشکر زیاد استاد. فهمیدم میخواستیم که تا کجا مؤلفان صحیفه شام شنبه موضوع بینند؟ سلامت باشید. واقعا سوال درست است چون که صفت معنی و مضمون خواندنی شدن این صحیفه شام شنبه از هر جهت از تهیه‌گران آن وابسته است و واقعا زحمتی تهیه‌گران باید بین‌الملل گرفت. واقعا درست است که در اینجا کسی حقوق معرفی ندارد، دعوای معرفی نمی‌کند. زیرا اینجا چیزی ایجاد انفرادی نیست. اینجا محصولی هست که با خواندن، یعنی در نتیجه خواندن، مطالعه کردن یا از شنیدن با کسی واخوردن عموما از تجربه زندگی مطالعه است، بیشتر از مطالعه چیز پیدا شده است. بنابراین همون مطالعه کردن، جستجو کردن خودش یک زحمتی خودی است. بعد خودی تهیه‌گران است. دوم یعنی ذوق و رغبت و میل آنها. هر کدام که چیز اینجا تهیه‌گران زیاد هستند که بنابراین خوب هستند چون رنگارنگ و خیلی جالب هم هست که از حساب خوانندگان هم مثلا اینجا همکاری میکنند. اگر تعداد تهیه‌گران زیاد شود و مواد صحیفه باز هم رنگ‌تر و عجیب‌تر می‌گردد. بنابراین همان میل و ذوق و رغبت تهیه‌گران امکان می‌دهد که آنها مطالب انتخاب کنند. هر کس نظرش رای دهد. این چیز دوم است. بعد سوم اکثریت اون چیزی است و البته از اثرهای مثلا گفته میشن که با زبان‌های دیگر مثلا با زبان روسی است. زحمتشون در ترجمه هست. مثلا اون ترجمه کردن ترانسکریپت کردن و با زبان نامی تاجیکی شدن. بعد سلفی زیبا مثلا روشن کردن. و همین حال البته یک نوع وابسته میشود با ذوق و رغبت و بعد یک نوع خودت مهارت و یک نوع نیروی ایجادی که با تهیه‌گران محسوب شدند. بنابراین نقش تهیه‌گران در همین جهت‌ها میتوان از روی کرد. خب استاد اینجا چون سخن درباره تهیه‌گران صحیفه شام شنبه رفت، یکی از روبریک‌هایی که به واسطه از زمان نشر صحیفه شام شنبه پیوسته انتشار می‌یابد این روبریک اینتلکت میباشد و این یک نوع همچون عمه هم در بین خوانندگان و مسئولین روزنامه گشته است. خب اندیشه‌های شما دایر به همین روبریک چگونه است؟ واقعا یکی از روبریک جالب همین اینتلکت است. به شرافتی این روبریک رابطه نشریه با خوانندگانش خیلی زیشتر نزدیکتر شده است. البته اینتلکت یا که در شکل معما، چیناورد، کروسورد و دیگر شکل میگیرد، این هم در تاریخ مطبوعات چیزی نیست و هر یک نشریه اندازه استفاده میگیرد. در شام شنبه همین چیز اندازه خصوصیتی باز به خود فاصله پیدا کرده شده. این اولا گفتیم که توجه خواننده زیاد میکنه چون که هوسمندکنی داره.
اینجا در هر شما تاکید می‌گردد که والدی مثلا مملکت انتلیک در آخر ماه با مقدار مبلغ مثلا مشارکت می‌گردد. این خوب است. برای اینکه وقتی که کس زحمت می‌کشد و زحمتش پاداش می‌بیند و عامل‌های هوس‌مندی پیدا می‌شود و همین چیزها تدریجاً بسیار می‌روند. و یک جهت خوبی این صحیفه چی است که نشریه جمهوریت اقدام نوین است. در جنبه است بعضا خودش نزد قالیبان می‌رود. مثلا من شاهد بودم در بعضی از هم اشتراک داشتم و سال قبل جنبه است و انتلیکت در عرفه عید سرقانون جنبه شد و در ناحیه عینی. یعنی از بس که اکثریت والدان یعنی اشتراکداران کنندگان همون ماهی چگه همون ترانسپورت اصلی ماهی بودن بگویم در اون این چند اهمیت دارد. میدید با همین بهانه در اینجا یک جامعه فرهنگی شد مثلا نمایندگانی مثلا جوانان و عموما اهل فرهنگ شدن و در اونجا سخنرانی ها مثلا شد والدان در اونجا مثلا فکرشون رو بیان کردن خب چندین کسی دیگر حواس پیدا کرد که خب پس منم باید همین صحیفه رو خوانم منم در کار کردن همین چیز یعنی این چیز همون حواسمند کنی خوانندگان نسبتاً بلند می‌برند و حس کنجکاویش یا که حس دخالت پذیریش و توجهش زیادتر میشد و با همین بهانه تدریجاً سینه به سینه دانشش بسیار می‌آورد. وقتی که دانشش بسیار می‌آورد جهان بینش وسیع می‌گردد. وقتی که جهان بینش و دید نظرش به عالم به آدم دیگرگون می‌شود. بنابراین صحیفه انتلیک از این جهت خیلی اهمیتناک است. در آخر می‌خواستیم نظر شما را همچون ژورنالیست و محقق ورزیده دوی به بهتر و رنگارنگ کردن صحیفه فهمیم. در همین شکل هم از شکل محتوای صحیفه شام شنبه میتوان قناعتمند شد لیکن خانه مشهد به هر چی یافتی از خوب به خوبتر شناخته بودم و برای باز هم تکمیل دادن شام شنبه دایره مطالب رو وسیع‌تر کنیم و بیشتر اگر امکان باشد با پند و اندرز و پارچه‌های منظومه که در فرهنگی گذشته ما خیلی زیاد است و هیچ رو بیاریم. یعنی من اینجا معنی رو ندارد که ما از چیزهای عالم مستفیدیم. یعنی اگر به این چیزا اگر رو بیاریم استفاده کنیم من گمان می‌کنم که یک نفر همین روحیت هویت سازی مثلا همین صحیفه باز بلندتر بشود. مواد شام شنبه خصوصیت معرفی ندارد و تهیه‌گران هستند. لیکن مشاهده نشان داده که بعضا ترجمه فرا نوشتگی یا تهیه فرا نوشتگی یا بعدش با ترجمه از روسی نوشتگی شدن بعد بنابراین من گمان می‌کنم که مادامی که چی است استفاده مثلا چیزای گوناگون ممکن دستکش تمام تهیه شی بهتر شد. خب بعد شکلی خیلی زیبا دارد. من گمان می‌کنم که اگر همون فاصله بین مطالب اگر کمی با این روز شکل‌های گوناگونی روزنامه‌سازی مثلا ببینیم است. یعنی زمان‌های معاصر هست. زمان‌های معاصر مثلا که یک فضای خالگی کمی ماندن که برای چشم مثلا نگاهش از نگاه خواننده و برای با چشم چیز مایل شدن. اگر این چیزا رو استفاده کنن باز گمان می‌کنم که طبیعتی مثلا این صحیفه باز هم مبتر می‌شود. رابطه ها با خواننده زیادتر شود و بعضا با امکانات فرصت فکر خواننده کاملا در کار است. چون که ما خواهیم نخواهیم در خدمت خواننده هستیم و خواننده حق دارد که از ما طلب کند. بنابراین برای نشریه جمهوریت بسیار یک عنعنه شده است، بسیار خوب است. اما باز راه‌های دیگری که خواننده را با نشریه نزدیک می‌کند اگر این چیزها را مورد اندیشه قرار دهیم و وابسته به فرصت استفاده کنیم من گمان می‌کنم که نه تنها صحیفه بلکه خود محتوای نشریه باز بهتر خواهد شد. تشکر زیاد استاد برای اشتراکتون در برنامه و ابراز اندیشه‌های خاص. بینندگان عزیز اینجا برنامه شام
روزهای شنبه به انجام میرسد. تا برنامه‌های دیگر تنصیحات و خانه آباد باشد.